آقای نجاری، ازتون میخوایم که بهترین گلس ها رو برای انواع گوشی ها به ما معرفی کنیم. درود و مهر خدمت شما. قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، امروز میخوام که اول از همه تفاوت گلس های مختلف توی برندهای مختلف و انواع جنس گلس رو خدمت شما دوستان یه توضیحی بدم. ما گلس های مختلفی که توی بازار داریم، گلس آنتی استاتیک هست، گلس یووی هست، گلس فول چسب هستش، گلس خم یا همون گلس اچ هستش. این گلس ها یه تفاوت عمده‌ای که با هم دارن توی چسبندگیشون موقع چسبوندن به گوشی هستش. گلس های آنتی استاتیک بزرگترین مزیتی که نسبت به سایر گلس ها دارن اینه که اگر گرد و غبار یا پرزی روی گوشی مونده باشه در حین چسبوندنش، هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. این گرد و غبار یا پرز توی چسب این گلس حل میشه و اصلا خودش رو نشون نمیده. اما گلس های یووی، گلس های فول چسب و گلس های خم این بزرگترین ضعف رو دارن که اگر کوچکترین پرزی زیرشون بمونه به هیچ عنوان گلس خوب نمیچسبه و اون قسمت باعث میشه که کل گلس بکنه. و در نهایت من تصمیم دارم امروز برندهای مختلف گلس برای انواع گوشی ها رو به شما بگم. ما برای گلس های آیفون بهترین گلسی که برای گوشی های آیفون میتونیم به شما دوستان پیشنهاد بدیم آنتی استاتیک میتوبل هستش. بهترین گلسی که برای گوشی های سامسونگ به شما پیشنهاد میدیم گلس آنتی استاتیک کینگ هستش. و بهترین گلسی که برای گوشی های شیائومی به شما پیشنهاد میدیم گلس آنتی استاتیک برند کوزا هستش. برای گلس های خم، گوشی هایی که صفحه نمایش خم دارن، بهترین گلسی که بهتون پیشنهاد میدیم گلس سوپر اچ دی گلس خم میتوبل هستش. اما گوشی های مدل قدیمی چاره جز چسبوندن گلس های فول چسب که به این شکل ظاهرشون، جز اینها گلسی براشون تو بازار موجود نیستش. ما تو مجموعه آنتیک فون پخش عمده گلس، انواع برندها برای هر مدل گوشی رو داریم. ما برای شیائومی علاوه بر برند کوزا، برند آنتی استاتیک میتوبل، برند آنتی استاتیک کینگ و حتی سوپر ایکس رو هم داریم. دوستانی که دوست دارن صرفه اقتصادی داشته باشه گلس براشون، ما سوپر ایکس رو بهشون پیشنهاد میکنیم. یه سری از دوستان دنبال گلس های سرامیکی یا اصطلاحاً نشکن هستن. به هیچ عنوان مجموعه ما گلس های سرامیکی یا اصطلاحاً نشکن رو به شما دوستان توصیه نمیکنن، چون اگر گلس شکننده نباشه اون ضربه ای که بهش منتقل میشه رو همون اون شکلی به صفحه نمایش گوشی منتقل میکنه و باعث شکستن صفحه نمایش شما میشه. پس شما بهترین کار برای انتخاب یک گلس درجه یک اینه که اول از همه از آنتیک فون تهیه کنید. دوم، گلس شکننده انتخاب کنید.